اینجا اومدی نمیشه بعد سعی نخوری. واو. امشب دیگه شب آخر تو استانبول چیل نایت. خستم نگم یعنی الان اومدیم اینجا یه خیابون خیلی شور و حالش زیاده و محدوده. ایرانی ندیدم زیاد، بیشتر خود توریستا و خود ترکان. خیابون بغداد جاده‌سی خیلی خوبه وایبش دیگه. اینکه آره دیگه میشه چیل نایت و اومدیم مثلا استراحت کنم همونجوری قدم بزنیم دیگه به پایان برسیدیم امشب. اون پاساژی که اون روز رفتم بهتون بگم من تا یادم نرفته 212 که گفتم بهتون رفتم به نظر من خیلی هم دور بود، یعنی مثلا دور بود از نظر اینکه خب بستگی به لوکیشن هتلتون داره، ولی کلاً بدقلق بود خیلی رفتنش، خیلی مسیرش ترافیک، مثلا ما هم تو اوج ترافیک رفتیم خیلی کلافه شدیم تا رسیدیم اونجا. ولی مثلا یه مال الکی بزرگه به نظر من، اونقدر ارزشی نداره که بخوای بری اونجا، مگر اینکه دیگه واقعا بخوای حالا سلکت کنی چیزی و به نظر من ارزش نداره. اما مثلا سینیه میتونی بری چون قیمت ها که تفاوتی نداره، احتیاطش هم خیلی کم بود توی 212. قیمت هم که توی هر برندی حالا بستگی به اینه که نیو کالکشن باشه یا نباشه متفاوت. این از این. بعد سه تا پاساژ دیگه هم رفتم که یه روز یعنی ما کلا با تورمون رفتیم بیرون. استار سیتی بود که ما اونجا در حد مثلا ناهار خوردیم، کوچیک بود تقریبا، من دوست نداشتم. اولویوم رفتیم که اونم اصلا به نظر من فقط فکر کنم اولویوم یه دونه پوما گرفت که از اون پومامو گرفتم با هیستوریا به نظر من خوب بود نسبتا. آره جمع جور پاساژ جمع جوری بود، ولی چون میگم مختصر و مفید واقعا مثلا باز هیستوریا ارزشش رو داره. اگه نخواهید حالا سینیه برین دیگه همین. گفتم راجع به پاساژا بگم چون معمولا کسایی که با تور میان توی تور گشت شهریشون هست این پکیجا. مثلا همین پکیج 212 یعنی همین پاساژ 212 تو پکیج VIP به ما گفته بودن که مثلا میتونید بگیرین که مثلا ما خودمون رفتیم مثلا اون پکیج رو نگرفتیم، ولی میگم اصلا ارزشش رو نداره. وقتتون رو آره دیگه اون رو که تو گشت شهری رفتیم که اون ستا رو گفتم، اون ستا پاساژا توش بود. نه تور جزیره هم امروز رفتیم. آره به درد نرفت. امروز هم که ما با تورمون باز رفتیم جزیره، مثلا همین بویوکادا که امروز رفتیم و 2 تا جزیره دیگه حالا اسمشون یادم نیست تو ولاگ گفتم. مثلا بویوکادا رو ما خودمون چند سال پیش با مامانم میرفتیم خودمون، مثلا با کشتی تیکت میگرفتیم، اصلا تیکتش خیلی ارزونه، یعنی الان شاید مثلا خیلی زیاد باشه 25 لیر تاش 30 لیر نه؟ تازه حالا مثلا یه سری از مسافران میگفتن الان شده 2 سال پیش مثلا 18 لیر بوده دیگه. حالا الان مثلا چقدر میخواد تفاوت داشته باشه، ولی خب تور دلاری ازتون میگیره، ولی خودتون بپرسید خیلی راحت میتونید برید با کشتی از اسکله. یه عالم جمعیت اومد سمتم دیگه. آره مثلا خودتون میتونید برید به نظر من از اسکله بویوکادا.
بعد به ما گفتن که مثلا اون 2 تا جزیره دیگه خیلی اونها هم خیلی خوشگله، بهتر از بویوکادا، ولی باز به نظر من خیلی فرقی نمی‌کرد. هم بویوکادا خیلی خفنه. مثلا توی تور که میرین جزیره دلاری میگیرن از ما، مثلا چقدر نفر چند دلار گرفتن؟ نفر 60 دلار. ولی میگم خودتون بخواین برین خیلی تفاوت داره. دیگه اینکه حالا مثلا ما گفتیم چون با توره و فانه آدمای دیگه هستن تو کشتی میرقصن و اینا، مثلا ما رفتیم و گفتیم چون 2 تا جزیره و چون گفتیم 2 تا جزیره دیگه هم حالا میخواد نشون بده، بریم ببینیم اون 2 تا چیه که ندیدیم. ولی خب میگم هیچ تفاوت خاصی نداشت بگم وای بویوکادا ندید اینو ببینید. میدونید چی میگم؟ مثلا به نظر من هم بویوکادا خیلی خفن تر ببینید کفایت میکنه. خودتون هم میتونید برید از اسکله. با نهایتش فکر کنم نفری تیکتش 30 لیر باشه، شاید هم کمتر. دیگه همین این اطلاعاتی که از تجربه سفر چند روزه بهتون بدم. ماشهتون آبیه برای سطوحه، تبلیغ میکنه خیلی خوبه. میگه اینا برای سطوح، این زردش برای کفشه. چی کشیده؟ کفش و لباس زردشو به کفش آره، به همه جا میزد. آره چنده؟ 70 لیر. 70 لیر. سامیه استفاده کرده. بازم صدف کاش تهرانم بود. چیزکیک سن سباستیان گرفتیم، خیلی تعریفش شنیدم. خود ترکیه هم چیزکیک معروفیه. تست کنیم ببینیم چجوریه. بافتش میگن خیلی خوبه. واقعا خوشمزه است. ارزش خریدن داره. عالیه. جو من توی اسپرسو لب از اسپرسو لب گرفتم این چیزکیک سباستیان.